سلام. اگه سایت فروشگاهی وردپرسی داری، کاربراتون حتما در پیدا کردن محصولی که دنبالشن با مشکلاتی که میگن مواجه میشن که باعث میشه فروشت کاهش پیدا کنه. مثلا تو این سایت وقتی موبایل رو سرچ میکنم پای موبایل بالاتر از گوشی ها میاد، یا وقتی گوشی رو سرچ میکنم بهم گوشی پزشکی نمایش میده، یا کیس اسمبل شده برای نتیجه جستجوی مبل. چون تو این سایت برای عنوان محصولات اپلش از کلمه آیفون استفاده نکرده، کاربر کابل شارژ و تبدیل به جای گوشی آیفون میبینه و باعث میشه فکر کنه این محصول رو نداری. یا اونایی هم که اشتباه تایپی دارن، مثلا تو نوشتن لپتاپ، هیچ وقت نمیتونن محصول مورد نظرشون رو تو سایت شما پیدا کنن. اگه میخواید بدونید چطور میشه تمام این مشکلات رو به راحتی برطرف کرد، ادامه ویدیو رو از دست ندید. تو دیجی پرو مکس ترفندها و نکاتی رو از پروژه واقعی بهتون میگیم که جای دیگه پیدا نمیکنید. برای نصب این پلاگین تو پنل ادمین وردپرس روی افزودن افزون تازه کلیک کنید و در قسمت جستجو عبارت رلوانسی رو بنویسید. پلاگین رلوانسی ابتر سرچ که توسعه دهندش میکوساری هست رو نصب میکنید. بعد از اینکه نصب و فعال سازی تمام شد، وارد تنظیمات پلاگین میشیم. تب اوورویو که معرفی پلاگین هست و باهاش کاری نداریم. اما تب ایندکسینگ، کاری که این پلاگین برای تقویت سرچ وردپرس انجام میده اینه که اطلاعات متن‌های پست‌ها یا محصولات شما رو داخل یک جدول در دیتابیس قرار میده که این جدول چندین ستونش ایندکس شده و کوری‌های سرچ رو به جای انجام دادن روی جداول پست و پست‌متای وردپرس روی این جدول انجام میده. در نتیجه هم نتایج بهتری رو میتونه پیدا کنه و هم با توجه به ایندکس گذاری مناسبی که انجام داده سرعت بهتری برای پیدا کردن نتایج داره. توجه داشته باشید که هر بار دکمه بیلد ایندکس رو بزنید تمام دیتایی که از قبل ساخته رو حذف میکنه و مجددا شروع به ساخت دیتای مورد نیازش میکنه. اگه اولین باری که این پلاگین رو نصب کردید و تا حالا ایندکس گذاری انجام ندادید، این بالا هم یه پیام داده که میگه برای اینکه پلاگین کار کنه باید دکمه ساخت ایندکس رو بزنید، چون ایندکسی ندارید. خب حالا بریم ببینیم چه آپشن هایی برای ایندکس داریم. قسمت پست تایپ، تو این قسمت میتونید مشخص کنید که محتویات کدوم بخش یا پست تایپ از سایت شما رو ایندکس کنه. طبیعتاً پست و پیج باید تیک خورده باشه. یک سری پست تایپ ها هستن که نیازی تو سرچ بهشون نداریم، مثل اتچمنت که اطلاعات بخش مدیا یا گالری وردپرس رو داره. چون سایت ما فروشگاهیه و میخوایم محصولاتمون در نتایج سرچ نمایش داده بشه، باید تیک پروداکت و پروداکت ورییشن رو هم بزنیم. از بین تکسونومی ها کاتگوری، پست تگ، پروداکت کت که دسته‌بندی محصولاته و پروداکت تگ که تگ های محصولات هست و همچنین PA برند که اطلاعات برندها رو حفظ میکنه رو لازم داره. اگه خواستید محتویات کامنت ها هم ایندکس بشه میتونید از اینجا فعال کنید که توصیه نمیکنم این کار رو انجام بدید. اینجا هم میتونید کاستوم فیلد های پستتون رو ایندکس کنید اگر در پستتون از کاستوم فیلد استفاده شده و همچنین اسم نویسنده پست یا سازنده محصول رو اگر تمایل داشتید. اگر تیک ایندکس پست اکسپت رو بزنید، از محتوای خلاصه محصول یا پست برای پیدا کردن اون پست استفاده میکنه که گزینه خوب و کاربردیه اگر قسمت اکسپت محصولاتتون رو پر کرده باشید. حتما توجه کنید که اگه مثل این سایت از ووکامرس استفاده کردید، اکسپند شورت کدز رو غیر فعال کنید، چون رلوانسی تو این آپشن با ووکامرس مشکل داره. یک سری تنظیمات پیشرفته هم اینجا داریم، مثلا حداقل طول یک کلمه برای اینکه ایندکس بشه و جابجایی چیزهایی مثل خط فاصله، آپوستروف، امپرسند با خط فاصله یا حذف کردنشونه که همین مقادیر پیش‌فرض براشون مناسبه. بعد از انجام تنظیمات مناسب، ابتدا باید گزینه Save the Options رو بزنیم. خب میبینید که گزینه بیلد ایندکس فعال شده و با کلیک روش پلاگین شروع به ایندکس کردن محتویات سایت ما میکنه. بعد از اتمام ساخت ایندکس ها، پلاگین کاملا فعال و قابل استفاده میشه. فقط توجه داشته باشید هر زمان محصول جدیدی به سایتتون اضافه کردید، گزینه ایندکس آن ایندکسد پست رو بزنید تا اونها رو هم ایندکس کنه. تنظیمات تب اتچمنت هم برای نسخه پریمیوم پلاگینه که ما بهش نیازی نداریم. تو تب سرچینگ برای پارامتر دیفالت اپراتور دو گزینه اند و اور دارید. اند به این معنی است که تمام کلمات باید در نتیجه موجود باشه. مثلا اگه کسی گوشی موبایل آیفون رو سرچ کنه، محصولاتی رو بهش نشون میده که در عنوانش تمام سه کلمه گوشی و موبایل و آیفون با هم اومده باشه.
و اور به این معناست که وجود یکی از کلمات در نتیجه‌ای که دنبالش میگرده کافیه. تو این حالت اگه کسی گوشی موبایل آیفون رو سرچ کنه، هر محصولی که هر یک از سه کلمه گوشی یا موبایل یا آیفون رو داشته باشه نمایش میده. ترتیب نمایش نتایج هم دو گزینه رلوانس و پست دیت داره که طبق توصیه پلاگین گزینه رلوانس رو انتخاب میکنید. کیورد مچینگ رو اگه روی پارشیال بذارید با نوشتن مقداری از یک کلمه سعی میکنه ادامه یا قبل اون رو حدس بزنه. مثلا اگه کسی آنا رو تایپ کنه، ادامه اون میتونه آناکوندا و قبلش میتونه بنانا باشه. اگه گزینه سوم انتخاب کنید، در صورتی که کلمه کاملی پیدا نکنه سعی میکنه ادامهش رو حدس بزنه. ویت یا وزن به این معناست که یک بخش از یک پست یا محصول نسبت به سایر بخش‌ها چقدر اهمیت داره که شما با توجه به محتوای سایتتون باید تصمیم بگیرید چه مقادیری رو اینجا قرار بدید. هرچی عدد بزرگتری مقابل هر بخش قرار بدید به این معناست که نسبت به بقیه مهمتره و هرچی کوچیک‌تر باشه یعنی کم اهمیت‌تره. متن محصول رو همین یک میذارم بمونه، اما تو این سایت عناوین محصول خیلی مهم هستن و من مقدارش رو 10 قرار میدم. کامنت ها برای سرچ مهم نیستن و مقدارش رو 100 میذارم. تگ رو هم 1 میذارم بمونه و دسته‌بندی رو 2 قرار میدم. اگه میخواید نتایج دقیق رو نمایش بدید و با استفاده از کدنویسی وزن‌ها رو تغییر بدید، تیک بوست اگزکت مچ رو بزنید تا با استفاده از هوک رلوانسی اگزکت مچ بونس بتونید این کار رو انجام بدید. برای این سایت من تمایلی به نمایش نتایج رلوانسی تو قسمت سرچ ادمین ندارم، بنابراین ردش میکنم و همچنین respect exclude from search رو غیر فعال میکنم، چون تو تب ایندکسینگ مشخص کرده بودم که چه پست تایپ هایی رو لازم دارم و نمیخوام پلاگین اونهایی رو که مقدار exclude from searchشون ترو یا فعال هست رو نمایش نده. Throttle searches نتایج سرچ رو به 500 عدد کاهش میده که این باعث افزایش پرفورمنس میشه. اگر هم بخوام نتایج سرچ رو به یک دسته‌بندی محدود کنم یا یه دسته‌بندی رو از سرچ مستثنا کنم، میتونم اون رو از اینجا انتخاب کنم. خب تنظیمات رو سیو میکنیم و میریم سراغ بخش بعدی. یکی از قسمت‌های کاربردی رلوانسی بخش لاگینگ هست. با فعال کردن لاگ میتونید عبارتایی که کاربرها در سایتتون جستجو میکنن رو ذخیره کنید و ببینید. اگر هم خواستید جستجوهای کاربرای خاصی مثل کارمندهای خودتون رو ذخیره نکنه تا تو آمار تاثیر نذاره، کافیه تو قسمت اکسکلود یوزرز نام کاربریشون رو بنویسید. تو بخش تریم لاگز هم میتونید مشخص کنید که این لاگ ها رو چند روز نگه داره و بعد پاک کنه. اگه نمیخواید پاک بشه بذارید خالی بمونه. هر زمان هم نیاز به فایل خروجی از این داده داشتید کافیه گزینه اکسپورت رو بزنید. قسمت اکسرپس اند هایلایت زیاد کاربردی نیست. اینجا تو قسمت کاستوم اکسرپس اسنیپتس میتونید مشخص کنید که پلاگین برای محصولاتی که تو سرچ نمایش داده میشن یه متن خلاصه که عبارت سرچ شده هم داخلش هست و نمایش بده یا نه. 2 حالت کلمه‌ای و حرفی داره که خودش توصیه کرده اگه خواستید از این قابلیت استفاده کنید حالت کلمه‌ای سریعتر هست و میتونید تگ‌های HTML که مجاز به استفاده هست رو هم توی allowable tags مشخص کنید یا اینکه از کاستوم فیلدها برای ساخت اکسرپس استفاده کنه یا نه. مثلا اینجا کرم رو سرچ میکنم، نمایشش همونطور که میبینید به این شکل است که بعد از سرچ میاد اون خلاصه‌ای که عبارت سرچ رو داره که اینجا کرم هست رو به اکسرپ محصول اضافه میکنه. البته اینکه اینجا نمایش داده بشه یا نه هم بستگی به تم شما و کدنویسیش داره. قسمت هایلایت عبارتی که کاربر سرچ کرده رو تو نتایج هایلایت میکنه که میتونید مشخص کنید داخل تیتر باشه یا متن یا کامنت که این هم زیاد کاربردی نیست. اگه برای سایت شما مناسب بود میتونید استفاده کنید. بریکدان آف سرچ ریزالت میاد یه متن که شامل یک سری توضیحات اضافه از نتایج سرچ در محصول رو به انتهاش اضافه میکنه. مثلا تو این سایت که من کرم رو سرچ کرده بودم، اگه روی این 3 نقطه کلیک کنم این متن رو میبینم که نوشته 16 تا نتیجه تو متن پیدا کرده و یه دونه در عنوان که این متن و پارامترهایی که نشون میده رو خودتون میتونید تو این قسمت تغییر بدید. بریم سراغ یکی از بخش‌های کاربردی این پلاگین که سینونیمز هست. اگه خاطرتون باشه یکی از مشکلات ما این بود که کاربرها به اشتباه عباراتی مثل لپتاپ رو لپتاپ سرچ میکردن یا اینکه چیزی رو سرچ میکردن که در عنوان یا متن محصول ما نیست، مثل کلمه آیفون. چون طبیعتاً دوست داریم به جای کابل شارژر و کابل تبدیل گوشی آیفون نمایش داده بشه. اینجا هم خودش توضیح داده که این قسمت برای حل این مشکل هست و چطور باید استفاده کنیم. حالا ما برای حل این مشکلات میایم اون عبارتایی که کاربرها مشکل دارن رو براش معادل تعریف میکنیم. مثلا اگه کسی تو سایت ما آیفون رو سرچ کرد که تو عنوان یا متن محصولات ما نیست، این رو معادل گوشی موبایل اپل در نظر بگیر که تیتر محصولات اپل ما به این شکل است. همینطور اگه آیه بدون کلاه سرچ کرد به همین شکل یا گوشی آیفون. یا اگه کسی به اشتباه
لپتاپ یا لپتاپ رو سرچ کرد، سر هم یا چسبیده معادلش کن با عبارت درستش که لپتاپ هست. حالا این کلمه ها رو ما از کجا باید بفهمیم که کاربرها چه اشتباهاتی انجام میدن یا چه چیزهایی رو سرچ میکنن ولی نتیجه‌ای نداره؟ مثل همین کلمه آیفون تو این سایت. اینجا میتونیم از قسمت لاگ که قبلا فعالش کردیم استفاده کنیم. کافی از منوی داشبورد به یوزر سرچز برید و همونطور که میبینید اینجا یک آمار کامل از جستجوهایی که کاربرها در سایت شما انجام دادن رو بهتون نشون میده. تعداد کل سرچ ها، تعداد سرچ هایی که نتیجه‌ای نداشتن و همچنین اینکه پرجستجوترین عبارت ها تو سایت شما چی بوده یا اون عبارت هایی که سرچ شدن ولی نتیجه‌ای نداشتن چی بوده. با بررسی همین عبارت ها میتونید متوجه بشید که آیا کاربرا عبارتی رو سرچ کردن که محصولش داخل سایت شما بوده ولی نمایش داده نشده، مثل همین لپتاپ، و بعد داخل سینونیم ها قرارش بدید، یا اینکه متوجه بشید کاربرا دنبال چه محصولایی داخل سایتتون میگردن که وجود نداره و میتونید تصمیم بگیرید که موجودش کنید. خب تو بخش استاپ وردز میتونید کلماتی که ارزشی تو سرچ ندارن رو مشخص کنید، مثل حروف ربط، ضمیرها، افعال، تا پلاگین این کلمات رو ایندکس نکنه و حجم جدول الکی زیاد نشه، در نتیجه پرفورمنس بالاتری داشته باشه. اینجا هم خودش یک سری پیشنهاد بهتون میده که میتونید اینها رو به استاپ وردهاتون اضافه کنید. قسمت بعدی ریدایرکتس هست که جزو بخش‌های پریمیوم پلاگین هستش و کارش اینه که میتونید مشخص کنید اگه کاربر کلمه خاصی رو جستجو کنه بلافاصله ریدایرکت بشه به یه لینک خاص. بخش دیباگینگش هم زیاد کاربردی نیست. کارش اینه که شما آیدی پست یا محصول رو بهش میدید و بهتون اطلاعاتی که از اون محصول دریافت میکنه رو نمایش میده که خب طبیعتا این کار تو ویرایش محصول هم میتونه انجام بشه. قبل از اینکه بریم نتیجه رو ببینیم، اگه مثل این ست از قالب وودمارت استفاده کردید برای اینکه با پلاگین رلوانسی سینک بشه، باید برید داخل تنظیمات قالب و عبارت جستجو رو سرچ کنید و بعد برید داخل این بخش و اینجا استفاده از رلوانسی برای جستجوی ایجکس رو فعال کنید. خب حالا بریم نتیجه رو ببینیم و ببینیم مشکلات اون برطرف شده یا نه. من اول مبل رو سرچ میکنم و دیگه کیس اسمبل شده به هم نشون نمیده و وقتی گوشی رو سرچ میکنم دیگه گوش پزشکی نمیبینم. اگه کسی کلمه آیفون رو سرچ کنه دیگه به جای کابل و اینها گوشی های اپل رو میبینه و اونهایی هم که لپتاپ رو لپتاپ سرچ میکنن هم میتونن محصول درست رو ببینن. خب امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه هم سوالی داشتید حتما کامنت کنید تا جواب بدیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب کردن شما میتونه باعث بشه ویدیوها و ترفندهای بیشتری درباره وردپرس و برنامه‌نویسیش براتون تهیه کنیم. موفق باشید.